بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. درس خدا آغاز میکنیم بعون الله تعالی. برادرای بزرگوار، در آیات گذشته سوره مبارکه بقره الله سبحانه و تعالی در رابطه به بنی اسرائیل بیان کرد و فرمود، الله عزوجل گفت نه که ما به اونها نعمت‌هایی دادیم، اونا چی کار کردن؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یبدل نعمت الله من بعده. اینا بدبختا چی کردن؟ اینا نعمت الله رو تبدیل کردن. و من یبدل نعمت الله، نعمت‌های الهی رو تبدیل کردن. اینا نعمت در اینجا نعمت مادی نیست برادران، نعمت معنوی هسته، یعنی آیات هسته، یعنی معجزات انبیا، ولی اونا معجزات نادیده گرفتن، انبیا را تکذیب کردن، حتی انبیا علیهم السلام اینا به قتل رساندن، انبیا را به قتل رساندن، آیات الهی را تبدیل کردن. بزرگترین نعمت که نعمت ایمان است، اگر کسی نعمت الهی را در نظر نگیره چقدر انسان ناسپاس است. خیلی ناسپاس است آدم. نعمت‌های الهی خیلی زیاد است، ولی آیات و دلائل از بزرگترین نعمت‌های الهی است. برادرای بزرگوار، خیلی کسا هستین ناسپاس هستن، ناشکر هستن. چی دارین؟ میگه ما چی دارین در زندگی؟ دیگه چی داشته باشی؟ این همه آیات الهی که بر تو آمده ایره نادیده میگیری، دیگه چی داشته باشی؟ میگه من هیچ چیز ندارم در زندگی، الله به من هیچ چیز نداده، دیگه چی به تو بر تو ایمان داده؟ این آدم بدبختی رو متوجه کنی؟ به خاطر چی؟ خب نعمت‌های الهی خیلی زیاد است، ولی آیات دلائل که از بزرگترین نعمت‌های الهی است. به خاطر چی است؟ چون آیات و دلائل اسبابی است که انسان از ضلالت، گمراهی، از غم، از اندوه، از تباهی، از همه بدبختی ها چی میکنه؟ به سوی هدایت و روشنایی میاره. شما دیده باشین گاهی اوقات انسان بسیار خفه و غمگین میباشه، وقتی پاره آیاتی از قرآن میخوانه، تدبر میکنه، فکر میکنه، عمیق فکر میکنه، 2 رکعت نماز میخوانه، پس چی میشه؟ خوشحال میشه، خوشحال است. پس الله سبحانه و تعالی میفرماید چی نعمتی بزرگتر از این هست که ما از گمراهی نجات شما را دادیم؟ آیا نعمت بزرگتر از این هست که ما چی کردیم؟ از گمراهی نجات پیدا کردیم، از شرک، از غیر الله پرستی فاصله گرفتیم. آیا از این که نعمت بزرگ هست؟ نیست نعمت بزرگ. چون او ببینین، خب او بنی اسرائیل، اونمو بنی اسرائیل گذاشته هست، امروز در عصر ما هم از این بنی اسرائیل ها هسته. ببینین هیچ فرقی ندارن، به جای شکری همه نعمات کفر میکنن، میرن از قبر کمک میگیرن، به جای استفاده از آیات قرآن نادیده میگیرن، میرن پیش ملا یک تعویض میگیرن، خطش میکنه، 7 8 ضرب 4 ضرب 5 ضرب 10 اینطور چیز نوشته میکنه، باز میرد شانه خود بند میکنه. آیات قرآن بخوان، دعا کو، سر خود دم کو، الحمد سوره فاتحه رو بخوان، سر خود دم بکو، آیت الکرسی رو بخوان، سر خود دم بکو. حالا او تعویض چی است که تو در بازویت بسته کردی؟ از الله بترس، این خود شرک به الله هسته. تعویض آورید و بالای خانت بند کردی، چشم موره رو بالای خانت بند. میگی چی اسمه چشم موره است؟ میگی می چی کار میکنه؟ میگی که هست امی بلا که بیای، امی ضرر که بیای اتوماتیک دفعش میکنه. میگی که هست انتی ویروس است.
وای رو سنه میمانه که بگه تو بدبخت سینا. خب ببینین چی میکنن؟ ناسپاسی میکنن نمیکنن. عین ماننده بود بنی اسرائیل گذشته، به جای استفاده از آیات قرآن آیات قرآن نادیده میگیرن. الله تو انسانهای ناسپاس الله سخت عذابشون میده، بسیار سخت عذابشون. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، این علت تبدیل نعمت است. نشته بکنین علت تبدیل نعمت. یعنی چرا آیات تبدیل کردن؟ به دلیل ای که اونا نعمت مادی را ترجیح دادن. شما وقتی قرآن میخوانین تاریخ انبیا را به این نتیجه میرسید که همه، یعنی همیشه و همیشه دو تا رقیب که یکی مادیت است دیگه معنویت است وجود داشته. اینا همیشه در مقابل هم قرار دارن، همیشه در مقابل هم قرار دارن. مادیت یک تقاضا داره از انسان، معنویت دیگه تقاضا داره از انسان. مادیت همیشه انتهایش چی است؟ ملوکیت است. معنویت انتهایش چی هست؟ نبوت است. کسانی که نعمت معنویت از دست میتن به دلیلی که مادیت ترجیح میتن. مادیت چی میتن؟ ترجیح میتن. اما کسانی که معنویتشان بالا هست باز مادیت چی نمیکنن؟ مادیت همیشه رام میکنن، یعنی تابع خود میسازن، تابع معنویت خود میسازن. مثلا درست است که همه انسانها پول و متاع خوش دارن، ولی انسانهای با معنویت بالا به دلیلی که به مادیت ارزش نمیتن، چون که مادیت تابع معنویتشان است، باز چی میکنن؟ زکات میتن، صدقات میکنن، انفاق فی سبیل الله میکنن، به ایتام و مساکین کمک میکنن. انصار واری مانند که مانند انصار در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مال خود تقسیم کرد، از میان دو توتیش کردن و فی حق تو هست برادر مهاجر ما و یا حق ما و فی حق تو هستی حق ما هست. پس ببینین هنیست که الله سبحانه و تعالی می فرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراسته شد، زین آراسته شد، للذین برای کسانی که کفر کردن، کفروا الحیات الدنیا، کفر کردن زندگی دنیا را. زندگی دنیا زیبا، شیرین، آرام، آراسته. او وقتی معنویت یعنی زندگی آخرت، معرفت الله برشان جایگاه یعنی نداشته باشه چی میشه؟ اینمی جلوه پیدا میکنه. اینمی برشان چی پیدا میکنه؟ بسیار جلوه با ارزش میباشه برشان. یعنی به قدر اندازه مادیت دنیا بر دلشان مسلط میشه، حتی مؤمنین نیست، مؤمنینه، انسانهای نیکوره، یک خواهر معجبه، یک انسان صالحه، یک انسان با تقوا را مسخره میکنن. این بدبختا میگه این آدم از خود چی جور کرده؟ ملاگه خود جور کرده. میگه حالا هیچ بین زنا نمیشینه. هیچ تو بدبخت سنین ها متوجه هستی؟ اون نفر میشه تقوا بر کوشش میکنه که چی بکنه خود نجات بده از این بدبختی ها. میگه حالا خود تو ما خواهر برادر هستیم دیگه، خب بیای بیشی دیگه. تو کجا خواهر برادر هستی؟ کی میگه خواهر برادر هستی؟ هیچ خواهر برادر نیستی. مسخره میکنن مؤمنین. چرا؟ مادیت دنیا برشان ارزش داره، هیچ چیز دیگه برشان ارزش نداره، مادیت دنیا برشان ارزش داره. خنده و قهقه و چک و این میگه پا برشان ارزش داره. یا خواهر میگه ما دیگه نمیشینم که زمین آدما بچی همین مسا دیگه کدش نمیشینم. خب بچی ماما هم دیگه کدش نمیشینم. خلاص و السلام علیکم، ما قرآن فهمیدم دیگه که زنا نمیشینم، مگر اینکه یک ضرورت شوه السلام علیکم و رحمت الله بس. چی میکنن؟ باز مسخره میکنن این بدبختا. اوه از خود حالا بیا بگو بیشی که تو اولاد ما وارثی، تو خوار ما سی، بیا بیشی چی خوارد؟ چه خوارد؟ دروغ چرا میگی؟ بدبخت گمراه، انسان ذلیل فاسد. بدبخت هستن. چی هستن؟ مادیت دنیا برشان ارزش داره، حتی مؤمنین مسخره میکنن. و یسخرون من الذین آمنوا، این نتیجه حب دنیا هست. وقتی تجملات و حب دنیا و مادیت برش ارزش پیدا کرد، بعد چی هست؟ ارزش انسان بر اساس توان مالیش میباشه برش دیگه. قدر و ارزش آدم ها برش چی هست؟ بر اساس ایمان نمیباشه برای پیش از دیگه. کوشش میکنم این روابط خود بر اساس رنگ و لباس و پول و جایگاه و مردمیش و موقف وظیفه‌ای چی بکنه؟ همیشه رابطه داشته باشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید اینا چی هستن؟ اینا کسانانی هستن که زینت دنیا برشان بسیار زینت بخشیده، یعنی دنیا بسیار برشان جلوه داده شده. و چی میکنن؟ مسخره میکنن آنان را که ایمان دارن، تقوا دارن. و یسخرون من الذین آمنوا، این نتیجه حب دنیا هسته که مسخره میکنن آنان را که ایمان آوردن. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، اما الله میفرماید کسانی که با تقوا هستن، والذین اتقوا، کسانی که با تقوا هستن،
کسانی که از الله میترسن و از کفر و شرک دوری میکنن، فوقهم یوم القیامه، بر آن کسانی که دنیا را طلب میکنن برتری دارن. الله میگه این کسانی که با تقوا هستن، این کسانی که از الله میترسن، از رب خود میترسن، بسیار برتری دارن. فوقهم یوم القیامه، بسیار برتری دارن بر کسانی که چی هستن؟ بر کسانی که دنیا را طلب دارن. فوق از نظر درجات است برادرها، درجاتشان میگه بسیار بالا هست از این افراد و اشخاصی که چی هستن؟ والذین تقوا میترسن از الله فوقهم یوم القیامه، در روز قیامت درجاتشان بسیار بالا هست، درجاتشان خیلی بالا هست. بله، چرا؟ بر از اینا دنیا ارزش نداشته، تقوا پیشه کردن، قرآن خواندن، نماز خواندن، عبادت الله را کردن، معصیت نکردن، گناه نکردن، حرام و حلال چی کردن؟ تفکیک کردن. الله سبحانه و تعالی می فرماید اینمی افراد، اینمی اشخاص فوقهم یوم القیامه، درجاتشان بسیار بالا هست نسبت به او افراد و اشخاصی که دنیا را طلب. خب کسانی که با ایمانن، از الله میترسن، اینا در علیین هستن. اونایی که مشرک و کافر و منافقن در اسفل السافلین هستن، در اسفل السافلین هستن. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. حال الله عزوجل می فرماید این پول داشتن، این مادیت داشتن ملاک موفقیت انسان نیست، علامت موفقیت نیست، چون که رزق به دست الله است. هر کس را بخواهد میدهد بغیر حساب میده، بغیر حساب. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی را الله میده. من یشاء، به هر کسی که بخواهد، بغیر حساب، بدون حساب برش میده. الله متعال به جایگاه و ارزش کسی نمیبینه که به اون اندازه برشی بده باز برش رزق بده، نه، نمیبینه، نه خیر، بغیر حساب میده. بنابراین یعنی نمیتواند دلیل چی باشه؟ یعنی دنیا، جایگاه دنیا، موقف در دنیا، پول، نمیفهم، لباس خوب، موتر خوب، خانه خوب، این چیزا چی نیست؟ برتری و فضیلت نیست، هیچ نیست. خیلی از امروز کسانا را دیده باشه نی با نوک دست سلام علیکم میکنه، نوک دست میده. چرا؟ عالم هستم میگه، ما چی هستم؟ من ملا هستم، ما حافظ قرآن هستم، ما پروفیسور هستم میگه. ای تو که نوک دست بدبخت دست پیش میکنه، یک دانه یک شمشیر باشه نوک دست زیر بزنی. تو مگر تو متکبر شده قدر هستی؟ عالم هستی یا؟ خب خادم باش دیگه، عالم که هستی خادم باش. طفلم باید بیایه سر شانای تموتر مثلا غال مغال بکنه و تا الف بیتی سی را یاد بگیره پیش تو، بیشین یه موج زانو بزنی یاد بیتی. عالم هستی دیگه. عالم خود متکبر نمی باشه، با بینی بلند صحبت میکنن، دماغ خود بالا میگیرن، عبا و قبا میپوشن، یک رقم را میگردن. عالم هستی خاک پای مردم باش، تو هستی خادم مردم باش دیگه. تو خود نمیشه که تو عالم هستی قسم متکبر هستی و پروفیسورشو قسم و نمیفهم دیگه. این کسایی که دین خود نمیفهم اینا خب بیاز متکبر هستن. کسی که در موتر خوب سوار شد باز دیگه خلاص با دیگران صحبت نمیکنه. کسی که موقف جایگاه خوب داشت باز با دیگران صحبت نمیکنه. الله میگه نکو این کاره. چرا این کاره میکنی؟ برتری به چی هسته؟ به تقوا هسته. هر کسی از الله بیشتر ترسید فضیلتش پیش الله بیشتر هسته. پول تو، جایگاه و مقام و منزلت تو هیچ ارزش نداره. الله سبحانه و تعالی می فرماید والله یرزق من یشاء، به هر کسی الله بخواهد روزی میدهد بغیر حساب، به هر کسی بخواهد بغیر حساب میده. به موقف و جایگاه و گپایش نمیبینه، به مسلمان بودن و کافر بودنش هم نمیبینه. متوجه باشین برادرای بزرگوار. خیلی کسا هستنی میگه البته این کفار کدام برتری دارن که الله قدر رزق فراوان برشان میده. نه، الله میگه ما به این گپا نمیبینم، رزق میتونم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. در آیاتی که خوانده شد ضمنی که امور انتظامیه بحث شد، نی؟ بحث جهاد هم بود. حال در این آیت دلیل جهاد و دلیل بعثت انبیا ذکر میشه که چرا انبیا را الله سبحانه و تعالی مبعوث کرد. الله تعالی چرا انبیا را مبعوث کرد و الله چرا دستور به جهاد میده؟ خیلی مهم است. الله چرا انبیا را مبعوث کرد و چرا الله سبحانه و تعالی دستوری به جهاد میده که برین جهاد بکنید؟ الله عزوجل میفرماید به این دلیل که ابتداء مردم همه بر یک دین بودن،
همه بر توحید بودن، اما بعدا اختلاف کردن، راه های کفر و شرک گرفتن، راه های غیر الله پرستی در میانشان پیدا شد. لذا این باعث شد که الله سبحانه و تعالی انبیا را بفرسته و جهاد مشروع بکنه. انشاءالله فهمیده شد؟ سوالی که همیشه در ذهن همه هسته، چرا انبیا فرستاده شد و چرا الله گفت جهاد کنیم؟ جهاد بسیار سخت کار است، نه؟ بسیار متوجه باشین که به انسان منافق سخت است، برای مؤمن نیست. برابر شد میره در جهاد میره، پروا زیر نمیکنه که زن اولاد دارم ندارم، ما این گپانه پروا نمیکنه، میره به جهاد میره. پس میبینیم که جهاد تا زمانی هست که کفر است برادران، جهاد خلاصی نداره. تا زمانی که کفر است جهاد است، تا زمانی که شرک است و جهاد است. هر وقت که از زمین الله برچیده شد باز جهاد نیست. پس به این معنی است که تا قیامت شرک وجود داره، تا قیامت کفر وجود داره. الله میگه تا قیامت هم جهاد وجود داره. تو برو کفر کو، مجاهد میکشیده. تو برو شرک کو، مجاهد تو را میکشه. جهاد میگه تا زمانی است که غیر الله پرستی باشه، تا زمانی است که توحید قایم شوه و مردم از علی پرستی، حسین پرستی، توخ پرستی، طاغوت پرستی دوری کنن. ولو کره المجرمون، با وجود کسانی که مجرم هستند بسیار بد میبینن جهاده. ولو کره الکافرون، با وجودی که کفار بد میبینه جهاده. ولو کره المشرکون، با وجودی که مشرکین جهاد بد میبینه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، الله متعال انبیاء را فرستاد در حالی که چی باشن؟ فبعث الله النبیین، الله فرستاد نبیین یعنی انبیاء علیهم السلام مبشرین باشن، یعنی بشارت بتن جنت الله هسته، گناه نکو که به جنت الله بری، دروغ نگو، خیانت در امانت نکو، به پدر و مادرت احترام بکو. اولاد ناصالح، تو چرا به پدر و مادرت احترام نمی کنی؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید که از ما شکران بکنین و از پدر و مادرتان شکران بکنین. حالا تو که بزرگ شدی، تو که جوان شدی، به پدر و مادرت احترام نمی کنی، پس تو چی هستی؟ منکر آیات قرآن هستی دیگه. چرا تو به پدر و مادرت احترام نمی کنی؟ الله متعال یعنی انبیاء فرستاد که تا امت با خبر بکنه که اونجا یک جای دیگه، یک سفر دیگه در پیش روی دارین، اونجا جنت است. بشارت جان بده کسانی که ایمان دارن، کسانی که تقوا پیشه میکنن. اونجا چی هست؟ جنت هست. اونجا جنت است، اونجا دیدار رسول الله هست، دیدار الله هست. اونجا الله را میبینیم ان شاء الله. اینطور بشارتشان بده، میگه الله متعال میگه و منذرین، و در پهلوش بسیار بیمیشان بده، اینا را بترسان، اینا را خوف بده که با کافر دوستی نکو، مشرک برادر خطاب نکو. رافضی بدبختی که حسین پرستش میکنه، این بدبختا علی را پرستش میکنه، آره برادر نگو. تو چه رقم عالم هستی؟ ما همی برادران شیخ خدا گفتیم که اما مهرتانم بگیرین بیارین در مسجد نماز بخوان، از الله بترس. مشرک برادر خطاب میکنی، تو مشرک هستی. عالم هستی، هر کسی که هستی. مشرک که برادر گفتی پس کی هستی؟ تو مشرک هستی دیگه. خب برادر مشرک یعنی مشرک. الله سبحانه و تعالی میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، ما مبعوث کردیم انبیا را به خاطر که بشارت بتن و منذرین بیم بتن، مردم بترسانن که شرک به الله نیارین. خب سوال خلق میشه، ای که همه بر توحید بودن، خیلی چی نیاز بود که انبیا فرستاده شد؟ چی نیاز بود که انبیا علیهم السلام فرستاده شد؟ همه امت واحد بودن، همه دیندار بودن، همه یکسو بودن. کان الناس امتا واحده. ببینین برادرها، اینجا عبارت کامل نیست. حالا شما نگوین که یعنی آیت کامل نیست، نه، عبارت کامل نیست برادرای بزرگوار. دقت بکنین، اینجا عبارت کامل نیست. عبارت چی است؟ مقدر است. فاختلفو چی است؟ یعنی عبارتی که فاختلفو مقدر است. کان الناس امتا واحده فاختلفو. ان شاء الله فهمیده شد؟ پس ببینین، کان الناس امتا واحده فاختلفو یعنی اختلاف کردن. یعنی چی شد؟ اینان عبارت تکمیل میشه، عبارت تکمیل میشه، آیت تکمیل است. تو یک سوی تفاهم نشه. چون یک سوال کرده بود، یکی از برادرها سوال کرده بود، استاد اینجا ما گفتیم عبارت تکمیل نیست، یعنی به این معنی که آیت تکمیل است. نه خیر، آیت تکمیل است، عبارت تکمیل نیست. کان الناس امتا واحده فاختلفوا. اگر ما بگیم که کلگی بر یک دین بودن، یک سو بودن، با در توحید بودن، خیلی چی نیاز شد که انبیا فرستاده شد؟ نه، فاختلفوا، چون اختلاف کردن الله متعال انبیا را فرستاد. کان الناس امتا واحده فاختلفوا، اینا چی کردن؟ اختلاف کردن چند گروه شدن. به این خاطر نیاز شد که انبیا فرستاد.
فرستاده شود. خب سوال میکنین نی که فختلفو رو از کجا آوردیم؟ حالا شما شاید سوال بکنید اینجا خب فختلفو نشته نیست. کان الناس امتا واحدتا، کو فختلفو در اینجا؟ بله، در سوره مبارکه یونس الله عزوجل می فرماید و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا. سوره یونس این آیت چی میکنه؟ تفسیر میکنه. در سوره مبارکه یونس الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا. اونو فاختلفوا این آیت چی میکنه؟ تفسیر میکنه. مردم امت واحد بودن، پس چی کردن؟ اختلاف کردن. بنابراین فاختلفوا ایجا مقدر است، چون که اختلاف کردن فبعث الله مبشرین و منذرین، اینی علاج اختلافشان بود. یا اگر مثال دیگر بزنیم ببینید، شما خوبتر بدانید، ببینید تا زمانی که اختلاف بین دو شخص وجود نداشته باشه، یکی میگه من حق هستم، دیگه میگه من حق هستم، برای علاج از اختلاف و دعوا چی کار باید بکنیم؟ یک حکم تعیین شوه یا نشوه؟ بله، یک حکم تعیین باید شوه، یک فرد صالح تا او حکم شوه، بر ما بگه که حق تو هستی، حق ازی هسته، تو خطا کردی، تو به صواب هستی. خب فبعث الله النبیین به خاطر امی بود که برای ما انسان ها نشان بده که درست و غلط کدام هست. الله سبحانه و تعالی به این خاطر انبیاء علیهم السلام روان کرد که چی باشن؟ مژده دهنده بر کسانی که بر مسیر حق و توحید هستند و انذار دهنده و بیم دهنده بر کسانی که بر مسیر ناحق هستند. نظر خود به غیر از الله میتن، از علی و حسین کمک میگیرن، از اولیای الله کمک میگیرن، از شیخ عبدالقادر رحمهم الله. او آدم موحد بود، شخصی صالح بود، انسانی بسیار نیکوی بود. اونا در حقش غلو میکنن، از قبرش توسل میکنن، از قبرش کمک میگیرن. شیخ عبدالقادر جیلانی در الله متعال قبرش پر نور داشته باشه، انسانی بسیار نیکوی بود، اما مردم میره در قبر از توسل میکنن. یعنی تو بدبخت است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که برشان بیم دهنده باشین ای انبیای من. اگر شرک به الله آوردی، نظرت به غیر از الله کشیدی، شب جمعگی کشیدی به نام مردا، به ارواح پدرت مثلا کدام خیر و خیرات کشیدی، تو چی هستی؟ مشرک هستی. اینا رو بترسن که جهنم در انتظار است. و انزل معهم الكتاب بالحق و انزل معهم الكتاب. این علاج اختلاف است. همراه با انبیا چی فرستاده شد برادرها؟ و انزل، نازل کرد الله متعال. چی نازل کرد؟ معهم، همراه کی؟ همراه انبیا کتابم نازل کرد. این نبی و این هم کتاب. و انزل معهم الكتاب. الله سبحانه و تعالی همراه با انبیا چی فرستاد؟ کتاب حق فرستاد. و انزل معهم الكتاب بالحق، به حق فرستاد. که چی کار بکنن اینا؟ سوال است. چی کار بکنن؟ اینا چی کار بکنن؟ انبیاء علیهم السلام لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا که قضاوت بکنن، تا که حکم بکنن، حکمیت بکنن بین مردم، بین الناس، بین مردم، فیما اختلفوا فیه، در آنچه که اینا اختلاف دارن، در آنچه که اختلاف دارن. حالا مشرکین مکه چی میکردن؟ توسل میکردن بر چی؟ بر اونمو اولیای الله، بر انبیای الله توسل میکردن، بر بتها توسل میکردن. یک تعداد دیگه میگفت که نه، این توسل جایز نیست. یک تعداد میگفت نه، توسل جایز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، قرآن آمد، گفت نه، شما به حق نیست، اینا به حق است. حکم کردن میانشان، حکم کردن میانشان. پس چی هست؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید ما نازل کردیم کتاب را همراه انبیا به خاطر چی؟ تا حکم بکند میان بین الناس فیما اختلفوا فیه، در آنچه که اینا اختلاف دارن، داوری و حکمیت بکنن بین مردم در اون موردی که اختلاف داشتن و اختلاف دارن. کتاب حل و فصل میکنه، مسیر درست مشخص میکنه، راه توحید نشان میده که این راه چی هسته؟ این راه توحید هسته، این راه اختلاف هسته. شما اختلاف نکنید. این از دلیلی که بر مشرکین و کسانی که میگن ما نمیدانیم و یا کسانی میگن که اونا چی هستن نمیدانن، مشرک چی میتن؟ عذر میتن، کافر عذر میتن. کسانی که خرافات، پس دیدیم که دیگه عذر باقی نیست. خواهر برادر محترم مسلمان، دیگه عذر باقی نیست. یعنی دیدین در اینجا چی میگه الله متعال؟ میگه ما چی کردیم؟ هم نبی را بر شما فرستادیم، هم کتاب بر شما فرستادیم، تا چی هسته؟ تا بین شما حکم بکنه. حالا تو که دیگه میری شرک میاری به الله، بر تو دیگه عذر نیست، تو مشرک بالله هست. حتما شما سوال میکنین چه کسی اختلاف دامن زد؟ چه کسی اختلاف پیدا کرد؟ چه رقم اختلاف پیدا شد؟ حتما شما سوال میکنین.
چرا و چی دلیل بود که اختلاف پیدا شد؟ جوابی هر سه سوال الله سبحانه و تعالی میده. و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بینهم. جواب سوال اول، اختلاف نینداختن و ما اختلف فيه، اختلاف نینداختن در این مسئله، الا الذين، مگر کسانی که اوتوه یعنی اهل علم بودن، اهل کتاب بودن، کسان باسواد بودن. اوتوه یعنی اهل علم و باسواد بودن. کی انداختی اختلافه؟ آیا اونایی که نمیدانستن؟ نه خیر، اینا دیده و دانسته اختلاف کردن. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات دلائل برشان آمد چی شد؟ اینا اختلاف کردن دیگه. پس ببینین جواب اول می هست اختلاف کی کرد؟ اوتوه یعنی کسانی که اهل علم بودن، اینا اختلاف کردن. امروز شما ببینید در عصر خودتان، در زمان خودتان ببینید بیشترین اختلاف کی میکنه؟ علما. و هم آیت قرآن میگه هم حدیث رسول الله میگه، و هم آیت قرآن میگه هم آیت قرآن میگه. اختلاف کردن. چرا اختلاف میکنن؟ ببینید حالا چی هست؟ جواب سوال دوم داده میشه. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه دلائل و بینات آمد پیششان، بعد از اینکه حق تشخیص دادن چی کردن؟ اختلاف کردن. بسیار عجیب نیست؟ عجیب است من شما میگین. خب چرا سوال سوم جواب سوال سوم داده میشه؟ چرا اختلاف کردن؟ نشته کنین برادرها، بغیان به معنی حسادتشان است. چی کردن؟ حسادت کردن. بغیان نشته کنین حسادت. این بدبختا حسادت کردن. نگان وقت میگن نی؟ از این بچه اگر که گپش مشنوین از این نشنوین میگن. پس ببینین اختلافات نکنین. این کسانانی که شما را رقم تعلیم داده اینا به غلط رفتن. اینا چی داشتن؟ بغیان داشتن. برادران و خواهران محترم مسلمان چی داشتن؟ بغیان، حسادت دارن. میگه از این بچگک، از این یگان وقت بچگک میگن ما را بدبختا. توجه هستین؟ میگه از این گپ میشنوین، از این قرآن نشنوین. میگه اینا نمیفهمن. میگه چرا؟ حسادت دارن. حسادت دارن. حسادت بسیار بد چیز است. خب چرا اختلاف کردن برادرای بزرگوار؟ بغیان، نشته کنین حسادت کردن. به خاطر حسادت و عداوت بین خودشان و بین دعوتگران و انبیا چی کردن؟ بین خودشان و دعوتگران عداوت داشتن. انبیا علیهم السلام آمدن گفتن نیارین، شرک نیارین. اینا عداوت کردن. نه، گفت تو از کجا آمدی؟ تو چطور میگی گپ بر ما؟ پس چی کردن؟ بغیان کردن، حسادت. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا، الله هدایت کرد کسانان را که ایمان هیچ حسادت نکرد. پس چی هست؟ فهدى الله الذين آمنوا، الله هدایت کرد کسان را که ایمان آوردن. خب کسی که ایمان آورد خودش هدایت شده دیگه. مفسرین میگه اون کسانی که قصد ایمان داشتن، اونایی که انابت داشتن، اونایی که دنبال راه درست بودن، ضد و عناد نکرد. کسی که دنبال راه درست باشه هیچ وقت ضد و عناد نمیکنه. ضد و عناد نمیکنه. اونا رو الله تبارک و تعالی چی میکنه؟ هدایتشان میکنه. فهدى الله الذين آمنوا، هدایت میکند آنان را که الله تبارک و تعالی آنان را که آمنو، ایمان آوردن. خب که چی؟ لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، هدایتشان کرد برای آنچه که اختلاف کردن در آن چی کردن؟ اختلاف کردن. در آن اختلاف کردن یعنی در آن راهی که اختلاف بود من الحق. مثلا بعضها میگن که والله ما با این همه اختلافات راه حق بیخی گم کردیم، کدام حق است کدام حق نیست. نخیر، اولا اینکه راه حق گم نیست، ثانیا تو از درون خود اختلاف و ضد و عناد و منافقت و بدبینی دور کو، الله چی میکنه؟ برات راه نشان میده. اول ضد و عناد از دل دور کو. اولی که خود بسیار بالا میگیری، به اصطلاح چی میگیری؟ هیچ وقت تنده نیستی، زانو بر علم نمیزنی، پس الله تو را هدایت نمیکنه. الله تو را هدایت نمیکنه. پس تو خود به خود راه گم کردگی هستی. کسی که مثلا امو ضد و عناد از قلب خود دور بکنه و چی هسته و انشالله راه پیدا میکنه، هیچ مشکل نداره. راه پیدا کردگی هست. تو ضد و عناد از قلب دور بکن، بدبینی از قلب دور بکن. ببینین همه قسم که بر سلمان فارس الله سبحانه و تعالی راه نشان نداد. این از اینمی اصفهان نیست، اصفهان امروزی از اینمی اصفهان حرکت میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا میکنه.
شما سیرت سلمان فارس بخوانید، الله چطور برش راه نشان میده در حالی که خودش مجوسی بود، خودش کسی بود که امام راهب و اونم آتشکده بود. متوجه هستین؟ پدرش یکی از علمای مجوسی بود که چی میکرد؟ اما آتشکده را به اصطلاح و مکان عبادتشان به اصطلاح خود از اونا چی داشتن؟ ای در اوجه راهب بود. اما الله سبحانه و تعالی برش نشان میده، راه نشان میده، میبرش اوجه به کجا؟ پیش رسول الله میرسانیشه. پس زمانی که ضد و عناد بدبینی را از قلب دور بکنی، الله برات راه نشان میده. این راهی حق است. میگه بفرما همه قسم که ببینین بر صهیب رومی راه الله نشان داد، بر تو هم نشان میده. پس الله تعالی اونایی را که واقعا میخواستن هدایت داشته باشن، بر مسیر حق باشن، الله هدایتشان کرد. لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، به توفیق و فضلش الله متعال اونا را چی کرد؟ هدایت کرد. والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. الله هدایت میکنه کسی را که بخواهد به راه مستقیم، به راه راست و به راه درست. لذا این هدایت چی هسته؟ هدایت الهی هسته. هدایت از جانب الله هسته. تو هدایت بخوای، راه درست بخوای، الله متعال نشانت میده. بله. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ایجا ترغیب و تشویق الى الجهاد است. ترغیب و تشویق الى الجهاد است. قبلا عرض شد خدمت شما که چرا الله تبارک و تعالی انبیاء را فرستاد و چرا جهاد مشروع کرد. دو سوال بود نه؟ سوال اول جواب داده شد، بحثات انبیاء بیان شد که چرا انبیاء علیهم السلام چی شده؟ فرستاده شده، او بیان شد. حالا موضوع چی هست؟ حالا ترغیبی به جهاد است. ای مسلمانا، بعد از اینکه الله تعالی راه حق نشانتان داد، راه توحید بر شما نشان داد، میخواهی به رضایت مولا برسی، میخواهی به بهشت برسی و وارد بهشت شوی و از نعیمهای بهشت مستفید شوی، رایگان مفت نیست. الله میگه مفت نیست، رایگان نیست. ای که تو فکر کردی با همین نماز و روزه و زکات و حج به جنت میری، نه، مفت و رایگان نیست. الله میگه، الله تبارک و تعالی میفرماید برای ورود به بهشت باید سختی ها را تحمل بکنی، باید با مال و جان آماده شوی، مال و جان تقدیم بکن تا به بهشت برسی. مال و جان تقدیم کن تا به چی برسی؟ تا به بهشت برسی. لذا این ترغیب به سوی چی هست؟ به سوی جهاد است. الله سبحانه و تعالی می فرماید که به سادگی داخل جنت نمیشی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. آیا شما میپندارید، آیا فکر میکنید ان تدخلوا الجنه ای که وارد بهشت میشین، در حالی که ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، هنوز نیامده پیش شما، هنوز واقعات و مصائبی که بر اونا قبل از شما بود، قبل از شما گذشتن، او حالتی که بر اونا آمد، او زجر و تکلیفی که بر اونا آمد، او سختی های جهاد، او سختی های زندان، او گرسنگی ها، او تعدی و تجاوز بر شما نامده. سختی هایی که انبیا و صحابه برای دین و توحید کشیدن، هر نوع قربانی دادن، هنوز بر شما نامده. الله میگه شما فکر کردین به بی سادگی داخل جنت میشین؟ اما اینقدر مفت از جنت رفتن. الله تبارک و تعالی میفرماید مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. به اونا رسید چی رسید؟ به اونا رسید بأسا رسید، ضررها و آسیبهای مالی رسید، و ضرا ضررهای جانی رسید برشان. از نظر مال، از نظر جان بر اونا مشکلات آمد، انواع شکنجه ها را دیدن، انواع اذیت ها و آزارها را دیدن، همه مشکلات بر اونا آمد. اینقدر مشکلات اونا متحمل و متقبل شدن. به خاطر چی؟ به خاطر دین الله. و زلزلوا، انواع بلاها، با انواع بلاها اونا به چی شدن؟ به تکان افتادن، شور خوردن، به لرزه افتادن، به تزلزل افتادن. چنان تکان داد اونا را مشکلات که حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، حتی رسول میگفت و کسانی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن، اونا میگفتن متى نصر الله، متى نصر الله. یعنی رفتن به جنت کار آسان نیست. حتی اونا میگفتن متى نصر الله، کمک الله چی وقت است؟ اونا میگفتن که کمک الله چی وقت است؟
ببینین برادران بزرگوار، این استفهام طلبی هست. نشته بکنین استفهام طلبی هسته، یعنی که پروردگارا، ما کمک و نصرت تو را میخواهیم. این قسم گفتن اونا، گفتن پروردگارا ما کمک و نصرت تو را میخواهیم. بس به صورت چی گفتن؟ به صورت استفهام گفتن. خیلی مشکلات دیدن، خیلی سختی ها را دیدن. الله در جواب چی میگه؟ الا ان نصر الله قریب، اجابت الهی است. صبر کو بنده ما، میگه صبر بکو، صبر کو ای خواهری که در غزه هستی، الله میگه صبر بکو. ای برادری که در غزه هستی، الله میگه صبر بکو. فریاد میزنن. آیا همون مشکلات بر ما آمده؟ نه، نامده، هیچ چیز نامده. کدام مشکلات ما دیدیم؟ امروز خواهران مسلمان به خاطر گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله در زندان ها هستند. شب تا صبح زیر بمباردمان صبح میکنن، اولادشان در پیش روشان تکه و پارچه میشه. شما چی دیدید؟ الله میگه رفتن به جنت کار آسان نیست. اونا گفتن متى نصر الله، استفهام طلبی هست نی؟ متى نصر الله، پروردگار ما را چی وقت کمک میکنی؟ جواب میده الله متعال، جواب میده برشان، میگه الا ان نصر الله قریب، اجابت الهی است. صبر کن بنده ما، صبر کنید ای مخلصین ما، ای صادقین امت صبر بکنید، ای کسانی که اهل حق و اهل توحید هستین صبر بکنید. نصرت الهی و کمک الهی قریب است. لذا ای است نمونه از چی؟ از شدائد، از سختی ها، از مشکلات. لذا شما اهل حق و اهل ایمان و اهل توحید بر هر نوع سختی ها آماده باشین. شما بر جهاد خود آماده بکنین، نترسین، هیچ نترسین از جهاد. یسألونک ماذا ينفقون، بعد از موضوع جهاد بحث انفاق فی سبیل الله هست. بعد از موضوع جهاد بحث انفاق فی سبیل الله هست. لازم ملزوم هم دیگر. ای پیغمبر من، ای رسول من، یسألونک، از تو سوال میکنن، ماذا ينفقون، چی انفاق بکنن، یعنی چی انفاق بکنن در راه الله. ببینین سوال چیزی دیگه هست، جواب چیزی دیگه میده. سوال یک چیز است، جواب چیزی دیگه داده میشه. خوب دقت داشته باشید. بعضی گفتن سوال از نوع مال است که چی نوع مال را ما انفاق بکنیم، یعنی چی نوع مال ما خرج کنیم و انفاق کنیم در راه الله. بعضی مفسرین بزرگوار دیگه میگن که سوال از نظر مقدار است، چه اندازه ما انفاق بکنیم، چه مقدار ما انفاق بکنیم. اما الله تعالی در جواب نمیگه که چی مال باشه انفاق کنین، همچنان نمیگه که چی مقدار و چی اندازه انفاق کنین، ایرام نمیگه الله. خوب دقت کنید. گرچه در آیت بعدی جواب مقدار داده میشه ان شاء الله الرحمن، میخوانیم آیت بعدی را که خواندیم ان شاء الله میفهمیم که چی مقدار باید چی شود. اوجا میگه الله که چی مقدار انفاق کنین. خب الله سبحانه و تعالی میفرماید چون مهم نیست چی اندازه و چی چیز را انفاق میکنی، آنچه که مهم است انفاق و مصرفش مهم است. وقتی الله عزوجل مهم دانست اینطور جواب گفت، یعنی جای خرج کنید که هدر نره، ضایع نشه. مثلا پولهای گزاف خرج میشه تا احمد به کرسی وکالت بشینه، چی است؟ هدر است نه؟ خرج بیجا هسته. پولهای بسیار گزاف خرج میشه تا یک طاغوت به کرسی چی بشینه؟ ریاست جمهوری بشینه. پولهای خیلی زیاد مصرف میشه تا یک آدم چی شود؟ به کرسی نمیفهمم به یک وزارت و وکالت برسه. نه، الله میگه پول خرج نکن. یادتان است اون بدبختی که پول خود خرج کرد، نفر رئیس جمهور شد، یه خودش مرد. الله میگه در اون راه خرج نکن. پس ببینین الله عزوجل میفرماید یسألونک ماذا ينفقون، زمانی که از تو سوال شد چی انفاق کنیم در راه الله، قل بگو برشان ما انفقتم من خیر، هر چی خرج میکنید از مال، من خیر، یعنی من خیر نشته بکنین یعنی از مال سیجه، من خیر مال معنا میتن، من خیر یعنی از مال، فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. مراد از ببینین وابن السبیل کی هست؟ مجاهدی فی سبیل الله. انفاق بکنید من خیر از مالتان برای والدینتان، برای اقاربتان که مسکین و ناتوان هستند، نادار هستند، بر یتیمتان، بر یتیمها، بر مساکین، بر مسکین و بیچاره، و ابن السبیل. و ابن السبیل برادران اشتر کنین مراد مجاهدین فی سبیل الله هست. و ابن السبیل اویی که در راه الله بیرون شد، سفرش به خاطر چی هست؟ به خاطر جهاد هست دیگه.
و ابن السبیل در اینجا چی معنا میشه؟ و ابن السبیل در اینجا مجاهد معنا میشه. اکثر علمای بزرگوار، مفسرین بزرگوار و ابن السبیل میگه کسانانی که در راه جهاد بیرون میشن، چون بحث جهاد در بالا بود. انفاق فی سبیل الله است. انفاق بکنین بر مجاهدین فی سبیل الله. بیشترین مفسرین امیر میگن چون که بحث جهاد است. وقتی بحث جهاد است و ابن السبیل کسانانی که مسافر هستند در راه الله مسافر هستند، اینا را میگه چی بکنین؟ برشان انفاق بکنین. و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. آنچه که شما انجام میدهید از خیر، من خیر از خیر انجام میدیم، هم از انفاق باشه، جهاد باشه، هر خیر شما که انجام میدید نسبت به او چی هست؟ الله سبحانه و تعالی دانا است و علیم است. لذا مهمی است که جای مصرف بکنین که درست باشه، تشخیص داده شود، اوج انفاق فی سبیل الله بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.